حالا بادامکی حرکتی را آغاز کرده. خدا حسین بادامکی، علی اصغر، یک توی خوب به دنبال توپ علی اصغر، اشتباه امیرآبادی مقدر بازیکن پرسپولیس، دهانه دروازه، گل میشه توسط هادی نوروزی. 1-1 مساوی رو اشتباه مسلم مهدی امیرآبادی. علی دایی 7-8 بار قبل از این حرکتش پریده بود بالا پایین. دوباره 1-1 میشه بازی. هادی نوروزی در 36مین دقیقه حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. با هم نگاه میکنیم، یک تا انجام شد. اینجا میتونست تو بیرون بزنه، امیرآبادی اشتباه کرد، سر خورد. واسه عالی از علی اصغر به دهانه دروازه و نوروزی دروازه خالی رو باز میکنه. این اشتباهی است که امیرآبادی انجام داد، دیگه با دستش هم نتونست توپو بگیره. علی اصغر پاس خوبی رو داد و حساب کار 1-1 مساوی میشه. خیلی وقت بود گل نزده بود هادی نوروزی. گل حیاتی رو برای تیم پرسپولیس به ثمر رسوند.